آقای پزشکیان واقعا خجالت نمیکشی؟ نمیترسی؟ از چی خجالت بکشی؟ از اینکه یه مادری یه عمری با فقر با نداری یه بچه ای رو بزرگ کنه، لقمه دهن خودشو بذاره تو دهن اون بچه تا دامادیشو ببینه، بزرگسالیشو ببینه، بگه پسرم جلوم راه برو. بعد همون بچه رو برای این جامعه، برای اینکه آقای پزشکیان بر مسند ریاست جمهوری دوباره بتونه بشینه، تو راه این انقلاب توی فتنه ها به شهادت برسونن، بگه اب نداره فدای این انقلاب، فدای رهبر. بعد جالب اینجاست همون آقای پزشکیان بیاد همونایی که توی اون فتنه ها نقش داشتن برای شهادت این بچه این خانوم به اونا بهترین منصب‌ها و سمت‌ها رو بده. واقعا خجالت نمیکشی که مادر پدرشون این سمت‌ها رو به گوششون بشنون، با چششون ببینن؟ بعد نمیترسی آقای پزشکیان؟ از چی بترسی؟ از اینکه آه این پدر و مادر بگیره شما رو، آه خانواده شهدا شما رو بگیره. آقای پزشکیان حافظ قرآن باشی، حافظ نهج البلاغه باشی، از صبح تا شب بگی من کذب الله و از این جور چیزا آیه و روایت بخونی، وقتی که پا رو خون شهدا بذاری عاقبت به خیر نمیشی، عاقبت به شر میشی. رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنم، اما با کسی هم که میگوید که انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه، با اونم همکاری کنم یا ازش حمایت کنم. این نمیشه. کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است دیگه. از این سریعتر حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن. این پدیده بسیار بدی است، پدیده زشتی است.